چگونه مردن میخواهید؟ از کودکی موسفیدو میگفتن، من میشنیدم یک کلمه گپشون معقول بود. میگفته پاک و پروردگارا مده دولت پیری بته و مرگی با آب رو انمی چی منه. با فکر شما روزی جنازه‌تون آدمان درباره شما چی میگویند؟ میگن آدم نقص بود. اگر در آن دنیا با خداوند بخورید با او چی میگویید؟ میگم در نام پاکت بمبرم، خیریت پیش تو ما. آیا بهشت و دوزخ وجود دارند؟ آنها را چه تصور میکنید؟ تصور میکنم او خیلی که دیگر رو تصور میکنن، من نمیکنم. من مثل وقت میگم برادر رو وقتی که درباره بهشت گپ میزنین، درباره دوزخ گپ میزنین، او چی میگن سالاره در سر میرای در دوزخ با قمچینت میزنن، میزنی در ایجه که در علاق درد میتنن. همین حوزی رزمون فکر کن، همینجا گناه چیه تا جمع کردی، کارای خوبت جمع کردی، انرژیتیچ نه رفتی چیپتا ملائکه بروردن زدن، نمیخواه خطایی نمیخواه چیه، ای کامپیوترش نمیشوه، ای برای دیگه دنیا نمیشوه، ای را سوزوندن در کار، چیپش ویرانه هم خیلی است. اوخی چی دوزخ میبافی که همون دم یک افتاب بارن پرتوین همون چیپتا صد نمیسوختگی باشه جزست میکنه، ها میگوی میبروی میدروی. انا بهشتش ما تصوراتی مدن که همه همی چیپی که تازه ایجت آموختی در کره زمین تو تربیه یافتی، چیزی که گرفتی پاک و پروردگار را چیوشه پندوشه اینشه آوردن رسوندن، چی محصولات چیدید؟ آینده در دیگر پلانت ها در کار میشه یا نمیشه؟ این انرژی چیز که چیه؟ ما این بدن ما و تو آن چیزی که پاک و پروردگار و با زبانی حاضر میگن ای خاک ای لای آب گرفته، آخه همه خیمی هست، همه الیمنت را جدا که پاک و پروردگار را جدا کرده ما خودت ساختن. این ماشینی ما هست، اینم چخیل ماشین دا میشینی میگردی، اینا فرمانش میتونم، اینا قب، اینا گیر، اینا بر، اینا بیار، اینا کن، اینا نکن، همه خیلی است. اینا بود در همینجا میمونیم، ما خودمون میریم نزدش. اگه این طرفش تصور کن چی به ما میریم اون طرف، جسممون میمونیم اما زندهیم. یعنی پاک و پروردگار رو یکان پلان دیگه داشت که ای عقل را آفریده، ای میگه که تازه کرده بود، تازه هاشه با استفاده بود برای گالاکتیک های دیگه. من همین خیلی میفهمم.